کت خدا، خرهای نگهبان همگی آماده خالص سازی هستند. هر که دیدی از مقابل این خرها رد همی شود، خرها او را بو کرده و صلاحیتش را تعیین همی می کنند. آورین فرفر بیا جلو ببینم. آی! کت خدا، مگر من قبل از زیست طویلدار فینیتو نبودمی؟ مرا چرا جفتک پرانی همی کردندی؟ پس سهم من چه می شوندی؟ زرشک، هم میخوایی وارد طویله فینیتو بشوی، هم به من جفتک پرانی همی کنی؟ از این خبرها نیست. خرهای نگهبان حسابت را میرسند. جن نفر بعدی رو بفرست. شال نوبت توه. من کت خدا مدارم، عشق طویله دارم. من کت خدا خرهای نگهبان صلاحیت چلچل را تایید همی کردندی. آورین، به این میگویند طویله یک دست. ای بابا، باز چی شد جن خاک بر سرت با این خالص سازیت. کت خدا کار از این چیزا گذشته. این خالص سازی هم دیگه نمیتونه اهالی رو گول بزنه. بگی که بیشترش تو راهه.